تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزدی لمحه‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. مولوی بزرگ ده را خوش نداشت. ده مرد ده مرد را احمق کند، عقلها را کند و بی‌رونق کند. جای دیگر فرموده دم مرغ سوی شهر، سر سوی ده، دم این مرغ از سر به. نیما شهر را خوش نداشت. من از این دونان شهرستان نیم، خاطر پردازی کوهستانیم. نوشه تا حال نمیداند که شهر را دوست می‌دارد یا ده را. اگر برای او میبود 6 ماه در ده میزیست و 6 ماه در شهر. پاییز و زمستان در شهر، بهار و تابستان در ده. این طور که امکان ندارد. پس من و این ده و این بزها پافشاری کردن در دانشگاه که بماند، خواندن را دنباله دهد، رساله حمایه نماید، بعده بر نگردد، خود و دانش خود را خار نسازد. مگر آدم به زادگاهش دانش در کارگاهش خار می شود؟ پاسخی او به دانشگاه چنین بود. آیا حالا چنین پاسخ می دهد؟ خدا می داند. بوی دود می آید، بوی هیزم بورس با تپک آمیخته، تنوری زرین، کمپیری میسه، آستین ها برزده، یک کف آب برای نان میزند، یک کف برای خود. کاغذ پاره هایی که فراش مکتب به سبب نوشته ها داشتنشان جمع کرده است. آیا میشه که گردی معلم ادبیات و معلم زاووش میکنند حقیقت دارد؟ زود ها یا نش را نویس که دلم از بی‌طاقتی کفیدن دارد. صیاد. اگر خرگوش پراندنت حقیقت داشته باشد، پس این هم دارد. شکاک. نفر به من نمی فارد، عروسی مرا غم می دهد. به ادب خانه کشم چی می گویی؟ شادان. نصف دنیا به من نمی فارد، اما طاقت دارم. حکمت. بزرگان از صبر یافتند. مرغی که از خروس فرار می کند چی فکری در سر داشته باشد؟ کیومرث. هیزلک چنون میتازد که گویا مرا داشتنی نباشد. بابک. دلم میخواد پاهم رشک میبرند. شادان. آیا فاصله زیاد نماندم؟ رفت و ندارد. خورشید. ناز کفایه. اگر شل پر گردد به چیزی کار نمی آید. بهرام. خط زدگی چیزی خوانده نمی شود. قهرمان. بی شرم ها، بی امضا، حسن خطی بنفشه. این رمز چیست؟ جاوید. رسم. تارتنک گردی پشه تار میتند. مکتب و خواننده. افشین. نام خط زدگی ولی خوانده می شود. بعدی آمدن معلمه ادبیات دیگر معلم ها دیوارهای آتشکده بخارازاده گبر را می ماندند. به امضا با دست چپ نوشتند. چرا معلمه انشاهای آزاد را نمی خواند؟ صیاد. زیرا تو حتما خرگوش پراندنت را محابات نموده ای. شارع. سیاه با روسی چرنی می شود. سیب سیاه چی می شود؟ برزو. چیپ چرنی. رامین. مورد به این روسی دانیتان. افشین. اوریکا. سپگی و سریپاگی. کالباسه از کلبسته، پتوخ از بیتوخ، پلاتی از پولته، چوبرک از چوجه برک، طبقه از تابه کباب. خلاصه روسا زبان را از ما دزدیدند. قهرمان. احتمالیت را با اتیمولوژیا پرپوتت نکن. دورک. کمیار. پیس. دورک از دور عقل، یعنی دور از عقل. معلم ها در تنفس کلان تلقان به چای میخورند و ما خون جگر. بهرام. آش شود. خورشید. تق تق تخیدر پسیدر شهران. خوانندی کلاسی سیوم. همسایه. گاه و ناگاه می آید.
چیزی میپرسد. صغیره بیاچه دست رویش کفیده، لباسهایش ناشسته، چشمانش سرخ. چی شد؟ اشک پیازی، اشکی صغیره بیروزی. کسی زدد؟ خاموشی گنگ. از دستش میگیرد و درون میآرد. روی کرسی میشیناند، کرته ناشسته او را بالا میزند. تخت پوشش شاخ ناآشنای زمین شادکار کرده، درهم و برهم. کی؟ معینه رم برای گوسوله را مکاندنم. یکی به ناخونی کودک زار، دیگری از عطای خدا بیزار. لباسهای چرکینی کودک را میکشد، تغاره میآرد، آبازی میدارد، با دستمال پاک میکند، میبردارد، روی بستری گرم میخواباند. کمپلی پشمشتری را رویش میپرتاید، نزدی تیریزه میآید. شیری مادرگاو، مادرش با آن گلبته نام داده. موسیقی چنین خوش صدا نیست مگر موسیقی ریختنی شیر از پیستان گاو با ستیل. چی صدای فارم و گوشنواس، تیار است آن را ساعتها بشنود. خدایا چرا به یادم نرسید. زود نزدی بیستر می آید. شهران گرسنه چشمهای پوشیده، یا خواب راستین یا خود را به خواب زده. یک کرسنان زرینی کمپیری میسه و یک کاسه آبی چشمه یا یک کرس نان خشکی تاقچه و این خورشا را خوش دارد و گمان میکند که همه را از این خورشا خوش می آید. نه، به شهران حالا یک کاسه شیری گلبته دوامی بود. جای خوانده بود که اشراف زن در آب شنگی پر از شیری مادیان آب بازی میکرده و این مشغولیت دوست داشته او بوده. چقدر حلاوت بخش باید باشد در تشتی پرشیر آب بازی کردن. شاهبانه در آب شنگی پرخون آب بازی میکرده که حسن خدادادش را عمری گذرا نکاهد. او اطراف این دو زن، اطراف دو آبشنگ، یکی پرخون یکی پرشیر، زیاد می سیگالید. آنقدر می سیگالید که آنها گاه و ناگاه واردی خوابهای کابوسش می شدن. یکی او را برای آبتنی در تشتی پرشیر، دیگری در تشتی پرخون هدایتگر بود. دو چشم غزال، دو چشم مهر. فرشته بیگناه، بالش زیری کمپلی پشمشتری. نخوابیدی؟ خاموشی گنگ. لبها می لرزند و چشمها حرف می زنند. ای کاش تو مادری من می بودی. فریاد یک ژرفای دل از پهنای چشم، نه از لبها بسته، مهر زده. بناگاه سینه های او پرشیر می شوند و این رو یقین می داند، حس نمی کند، می داند و یقین چنان پرشیر شدند که اگر بیجفی شیر بیرون می زهد. پهلوی پسرک دراز می کشد، سری او را سیله می کند، بعد خود نمی داند که چی می کند یا برای چی. سینه‌اش را از چوک پیرهن بیرون می آرد و پیستان به دهان شهران می برد. شهران چشمایش را می پوشد و می مکد چون کودکی شیرخواره. زنگی ورود بعد از شرشری شیر و صدای زنگوله را خوش دارد، به ویژه زنگی ورود را. می درایی، بچه ها به پا می شوند، می شینند. یک نگاه رویکی به اهل کلاس، چهره های شکوفان، هر یک عالم سرجم کیهان. او یگانه معلم است که حاضر غایب نمی کند. درس من اجباری نیست، اگر که بخواهد بیاید، نخواهد نیاید. اگر اقرار او به گوش مدیر دبیرستان می رسید، حتما سخته قلبش می گرفت. درود بچه ها، درود معلمه جان. خنده دل صافانه. کی معلمه جان گفت؟ این باز کامیار درسی گذشته چی بود؟ از مردنش خبر دارد و از این نه. پند و نصیحت در اشعار لاهوتی. معلمه چرا این شعارها اینقدر پند و نصیحت گفتن را خوش دارند؟ تا که تو بر این احمقها کمتر شوند. از تو نپرسیدن ضحاک ماردوش. معلمه این مرا ضحاک ماردوش گفت. اگر پس از درس گوشی افشین پامیدار گردد، شادان گناهگار نه. معلمه بهرام فتک بازی دارد. من 3 دانه آلو بالو که وی به پشت سری من زد. زوری و فقط به دخترها می رسد. مرا زند و بیند. وای مرا هم برایم زد. اگر پس از درس کله بی مغزی بهرام بکفد، خورشید گناهگار نه. پروا مکن بنفشه. بهرام به تو عاشق شدگی، روستایی ناتراشیده عشقش را همینطور اظهار میکند. هنگ با روستایی عاشق شوی گریه میکند. دختری شهری میبود، پرواز میکرد. کامیار با معلمه عاشق شدگی، معلمه گریه نمیکنند، پروازم. خاموش بچه ها، خاموشی گروی سلامتی. ابله
تازگی گروی سلامتی. زنگ خروج، تالاری پرچنگ، معلم خیدف، معلم ماهپری، معلم زاووش دوی اول به سوی دفتری مدیر می روند. معلم زاووش نزدی او می آید. لبخندی زنباره حاضر می آغازد به وعده و پیمان نسبت زن دویم که از یکم معتبرتر خواهد شد، یعنی مشاقه شرعی فی الجمله صیغه. معلمه زاووش او را همیشه چنین ادامه می کند: احترام تبو، معما دهان مردم را تنها با همین راه می توان بست. معلم وی هم نام نمی گیرد: احترام استهزا معما. رومی را هرچند قطران بمالد زنگی نمی شود. باران می بارد، آب می رسد، اصلش رو می زند. اگر خشکسالی باشد، باران و آب نیابد، زنگی بماند. ساده یا ساده نماست معما. در هر صورت دلش را نمی شود بیرون کشید. سیاهی مالید و باز پس به مأوایش گذاشت. پس چرا سپیدی آن را پی نمی برند؟ امروز نبردند پگاه می برند. بوزک. بله، زمستان وهم‌آور نیست، زیرا می دانی در پی بهار دارد. خودفریبی نیز هنر است، اما فراموش نکنید که زنی در شهر خوانده پرده چشمش دریده را در ده چون می پذیرند. شاید اینجا پرده دیده چشم نه، چیز دیگری آنها را علقده می سازد. یعنی چی؟ یعنی عقل. مردهای ما عادتی نشده‌اند که در برابرشان مشتیپر قد علم نماید و حتی پیش دست باشد. شما معلم ها این مکتب را در نظر دارید؟ من پیش از همه شما را در نظر دارم. تا اومدن من اینجا مقام و منزلت داشتید و الان رقیب را با زن را نمیتواند در برابر خود تحمل کنید. خدایا معلمه، شما چی ها میگوید؟ من صمیمی و جدی با شما حرف میزنم. من هم با شما صمیمی و جدی حرف میزنم. اگر بهبودی کاری مرا میخواهید، مرا به حالم بگذارید. اگر دندان به دنبه نرم زدن میخواهید، خارا را انتظار باشید. معلمه، شما را بیهوده دختری آرزوها لقب ندادند. به زمین فرایید، خواهید دید که چقدر سخت است. میرود به امید، به مغلوبیت تن نمیدهد. سایه پرورده، ره گم زده، شکست نخورده، معما. درس‌های خواسته. کوری یا بینا. اگر بینایی شهبوزی بیبی مریم را به من نما. با دو چشم 2 دقیقه وقتم ده باشد. انا نیوی بوزنه ها انا در تالاری برزو. آفرین رامی در 1 دقیقه پیدا کرد. دانایی یا کانا. دانا. اگر دانایی این معما را بکشا. آه مقبول در میان شب، نام آن سروی ماه رو باشد. تسلیم کنایم کی داناتراشی میکند پیش آید. معلم رحم باشد. مقلوب به معنای چپه است، چون آه را در میان شب بگذارید شهاب حاصل میگردد. قبول 100,000 بار قبول. شرط این بود که تا معمای نکشاید رها نیابید. به معمای دیگر دقت دهید. از میان برخیز ای سروی برین، جایی تو این نیست بالاتر نشین. بهرام از کانا بدتر چیست؟ من هم همان معلمه. جاوید من هم پرتای بهرامم معلمه. کامیار سروی برین کنایه از الیف است که راست خوشقامت و مانندی این را دلالت میکند. چون الیف بالاتر نشیند نامی امین حاصل میگردد. آفرین. قبول نیست؟ چرا؟ من این را در گوجه خوانده بودم. مهم نیست. دانای این محفل امروز تویی. گنگی یا گویا. اگر گویایی ترانه سرا بچشم، من کلان می شوم، قهرمان می شوم. مسخره بازی نکن افشین. ترانه تازه سرا بچشم. سرسری یاله باشد، 4 طرف لاله باشد، دختری خاله باشد، او باشد و من باشم. خرگهی بیدا باشد، قلقلی مینا باشد، دختری زیبا باشد، او باشد و من باشم. کفایه. این باز مال کیست؟
اشعاری نامطبوعی حملتی عصری 20 کامیار پوری بختیار. هرگز باور ندارم. این حالا هیچ گپ نه معلم. نوشته های دیواری مبرزی مردان نیز شاهکاری های اویند. خاموش افشین. اگر بار دیگر همین ورساقی بخوانی از درس های خواسته محروم خواهی ماند. وی همیشه از نبودن کامیار سوء استفاده میکند. وی به کامیار حسد میبرد. وی بسنده هفته آینده درسی خواسته در ساحلی کفگرود می شود. اگر باز چون این هنگام با پا سازد یک جویه به این درسا ودا میگوییم. قصری زرندودی آجی. چی شده؟ چی مانده؟ او ملکه شهبانو بر فراز تخت نشسته. اشراف زادگان با لباسای فاخر و زینت‌های مرصع دستا پیشی بر از داد و جانب صف کشیده، چهره ها ناشناس مگرم دو دربان با نیزه و سپر زاووش و خیدف پیش در استاده، گرمای گرم بدتر از گرمای جلای تابستان. دو زنگی باد بیزن بده است، او را باد میزنند بیفایده. عرق از بین دو سینش میزهد، بناف میرسد، باز پایان میشارد. شهبانو چون بوتی فرخار استاده، تیمسالی تامیریس یا کلئوپاترا خان گسترده، انواع نقل و نوا غیر از شیر مرغ و تخم عنقا روی خان تخته مهیا. اشراف زادگان گردی خان چون گیله‌ای کفتارها گردی بازمانده سید شعر لقمه چینی دارند. زنی از گوشه قصر او را اشاره ها می کند. دقت می دهد. ماهپری در لباسی مشاطه. ماهپری دستی او را می گیرد و به تالاری وسیع‌تر از تختگاه می برد. دو حوضی بلورین، یکی پرشیر دیگری پرخون شیر. شیری آدم اسب، شیری آدم اسب بزگاو، خونی آدم اسب بزگاو. عرق همانا از بین سینه‌هایش می‌زهد، به ناف می‌رسد. لباسی خریرش به پیکرش چسبیده است. آرزویش تشتی پرشیر بود، اینک پرخون نیز مهیا. پس دیرن تردید چرا؟ تصمیم می‌گیرد به حوضی پرخون غوطه می‌زند. بخاری گندیده خون دلش را بجا می‌کند. نفسش را در سینه زندانی، آسیمه خود را از حوض بیرون می‌کشد. پوستی سپیدی آجی که گشته است ارغوانی. وحشت میگیردش و خود را به حوضی پرشیر میزند. خون از پوستش شسته نمی شود. فریادی ناامیدی. اول دو دربان در میرسند. خیده و زاووش اشرف زادگان از دنبال، یکی پای مرغ دیگری ران خرگوش، سومی حمیل حسیب در دست. کمک میزنند و قاهقاه کمک میزنند و قاهقاه با انگشت اشاره او را تهدید میکنند. از شرم و از علم سر به دیواری بلورینی حوض میزند. خون از پیشانی به رخسارش میشارد و از رخسارش به حوض میچکد. حوض شیری خونی میشود. وحشت زده چشم باز میکند. سر و رویش عرقشار. اتاق خوابش را میشناسد، شهران را میشناسد و شتاب زده سینه‌اش را به چاک پیراهن پنهان میکند. معلمه پرغوغا درسای شما همه مکتب میشنوند، به دیگر خلل میرسونید. درس است آخی. دیگرها نیز درس میدهند، در دستشان پشه پر زند میشنوی. در درسای من بچه ها پر میزنند نه پشه ها. معلم ها شکایت میکنند که با آنها خلل میرساند. معلم زاووش باری سیم است که شکوه دارد. به من عکس این رو میگویند. معلمه از درسدهی شما خوشمان میآید. نمیدونم به شما چی میگوید، به کدام غرض میگوید، اما از من همین شخصی مسئول پیشگیری خودسری ها را طلب دارد. این خودسری نیست، این آزادی به خود نمایی بچه هاست. من آنها را در قالب یا قفس گرفتن نمیخواهم. شما دعوا دارید که ما آنها را در قالب و قفس نگه میداریم؟ من هیچ دعوایی ندارم. گذشته از این به درسدهی کسی دخالت کردن نمیخواهم، لیک طاقت دخالت دیگرها را به درسای خود نیز ندارم. اصول درسبری شما به ما بیگانه و خلاف برنامه تعلیمی است. من همچون شخصی مسئول باید شما را آگاه نمایم. از سیمخانه‌ای که 45 دقیقه شور و مغل به گوش میرسد، درس امیدوار شدن محال است. از روی احساس میگوید. چند ره به کمیسیه های معارف در درسای من حضور داشتید. من شروع مغل و به دیگران خلل رساندنیتان را میگویم. اینطور باشد برای درسای زبان و ادبیات صنفخانه های خاص از دیگرها دورتر جدا کنید. پگاه دیگرها نیز کلاسای علاهیده طلب میکنند. من آن را از کجا میابم؟ اینش کار شخصی مسئول برای برنامه تعلیمی جوابگر است، نه به خود نمایی بعضی ها. پس چی باید کرد؟ شما بهتر میدانید.
به دانستن من اگر باشد می نمایی، اگر نباشد پشه پر زند می شنوی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم های فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. انجام گفتار 48م. شاد و موفق باشید.